سلام بچه ها، من ماییم. سلام بچه ها، من ساحلم. توی 1 می سال 1990 ساعت 10 شب توی یه محله آروم توی دره نیوهمشایر همسایا صدای فریادهای یک زن رو میشنون که درخواست کمک میکرد و میگفت همسرم مرده. پاملای 22 ساله وقتی که از یه مهمونی به خونه برمیگشته متوجه میشه که خونه به هم ریخته و نامرتبه، یه جوری که انگار دزد اومده. اما چند قدم که برمیداره با یه صحنه وحشتناک روبرو میشه. اون شوهرش گرگ 24 ساله رو کنار میز ناهارخوری در حالی که غرق در خونه پیدا میکنه. همسایا که صدای پاملا رو میشنون سریع به پلیس زنگ میزنن و خودشون رو میرسونن به پاملا، ولی هیچ کسی حتی پاملا وارد خونه نمیشن چون حدس میزنن کسی باید توی خونه باشه. افسرهای پلیس وقتی که به صحنه جرم میرسن با جسد گرگ اسمارت روبرو میشن و سریعا درخواست نیروی پشتیبانی میدن. کارگاه دمپلتیر و کارگاه بری شارویچ و کاپیتان لورینگ جکسون به صحنه جرم اعزام میشن. توی نگاه اولیه صحنه انگار یه سرقت ناموفق بوده، ولی بیشتر که جزئیات رو نگاه میکنن میفهمن که این سرقت یه ردگم‌کنیه. چیزی که توجه کاراگاه‌ها رو خیلی به خودش جلب کرد این بود که کشوها همشون بیرون کشیده شده بودن، اما خیلی به هم ریخته نبود. هیچ آثار زورگیری واقعی مثل شکسته شدن شیشه ها یا شکستن در یا به هم ریختگی شدیدی مشاهده نمیشد. وسایل قیمتی مثل تلویزیون یا وسایل استریو، جواهرات و اشیاء گرون قیمت همه سر جاشون بودن. هیچ رد پا یا اثر خون به جز اطراف سر گرگ وجود نداشت. جیب‌های قربانی دست خورده نبود، حلقه هنوز دستش بود، اثری از کشمکش یا درگیری نبود و پاشش خون نشون میداد که از نزدیک شلیک شده. در اصل چیزی به سرقت نرفته بود و فقط یه ظاهرسازی مبتدی انجام شده. حالا اون سمت پاملا رو داریم که نظر پلیس ها رو به خودش جلب کرده. وقتی کارآگاه ها به پاملا اجازه ورود به خونه رو میدن، پاملا هیچ احساساتی رو از خودش نشون نمیده و پلیس ها این رفتار رو دور از احساسات توصیف میکنن. افسرهای پلیس میگن پاملا نه فریاد کشید، نه گریه کرد، نه حتی واکنش عادی یک همسر رو از خودش نشون داد و میگن این رفتارها بیش از حد کنترل شده بوده. پاملا به جای اینکه درباره شوهرش سوال بپرسه، یه تمرکز عجیبی روی جزئیات غیر مهم داشت. مثلا به جای اینکه بپرسه چه بلایی سر شوهرم اومده، حال سگشون رو پرسیده. یا اصلا نمیپرسیده چی شده، چه اتفاقی افتاده، کار کی بوده، یا اصلا باید من چیکار کنم. وقتی پلیس به پاملا گفت که شوهرش مرده، اون به جای شوهرم یا گرگ از واژه the body یا همون جسد استفاده کرد. پلیس ها براشون عجیب بود که چرا پاملا نپرسیده چرا این اتفاق برای گرگ افتاده، چه زمانی این اتفاق افتاده، چرا قاتل وارد خونه شده، اصلا آیا خطری برای خودش وجود داره یا نه. پلیس ها برای گزارش اولیه از پاملا درخواست میکنن که باهاش به اداره پلیس برن و پاملا بدون مکث قبول میکنه و با آرامش زیاد همراهشون میشه. وقتی به اداره پلیس رسیدن، رفتار پاملا جوری بود که انگار فقط برای کار اداری به اونجا اومده و انگار نه انگار شوهرش به قتل رسیده. زیاد از حد به خودش مسلط بود، نه گریه میکرد، نه صداش میلرزید و نه هیچ چیز دیگه. اینجا پاملا به عنوان شاهد توی اداره پلیس حضور داره و هیچ اتهامی هنوز بهش وارد نشده. کارگاه‌ها پاملا رو به اتاقی میبرن که شاهدها و خانواده قربانی رو میبردن و شروع میکنن به صحبت کردن با پاملا. خانم اسمارت، شما چه ساعتی از خونه خارج شدید؟ حدود ساعت 5:30 از خونه خارج شدم برسم به جلسه کتابدارها، بعدش هم رفتم مهمونی. چه زمان به خونه برگشتید؟ حدود ساعت 10. رابطتون رو با همسرتون چجوری توصیف میکنید؟ مثل همه رابطه‌ها یه کشمکش‌های کوچیکی بینمون داشتیم. خانم اسمارت، چه کسایی کلید خونتون رو داشتن؟ مادر گرگ داشته. کسی میدونسته که اون شب همسر شما توی خونه تنهاست؟ دانش آموزان میدونستن که اون شب گرگ تو خونه تنهاست. چیزی از خونتون هم به سرقت رفته؟ جای خالی تلویزیون فقط به چشم خورد. تو این بین پاملا که از اتاق میره بیرون، کارگاه پلتیر و شارویچ توی اتاق بازجویی میمونن و یه جنبندی اولیه مینویسن.
با اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قاتل به زور وارد اون خونه شده وجود نداشت، بازم نتونستن پلیسا این قتل رو ربط بدن به پاملا، چون شواهد فیزیکی نشون میداد که قد و وزن و توانایی پاملا اصلا در حدی نیستش که بتونه این قتل رو انجام داده باشه. بنابراین پلیسا به این نتیجه رسیدن که پاملا احتمال داره دخالت غیر مستقیم توی این قتل داشته باشه، نه دخالت مستقیم. پاملا آنبوجاس توی سال 1976 به دنیا اومد. یه خواهر بزرگتر از خودش داره و پدرش مهندس بوده. مادرش هم توی حوزه آموزش فعالیت میکرده. زمانی که هنوز پاملا بچه بود، خانواده‌اش تصمیم میگیرن از فلوریدا به نیو همپشایر بیان و بخش مهمی از رشد پاملا همونجا گذشت. خانواده پاملا از نظر مالی و اجتماعی وجه کاملا خوبی داشتن. به نظر میرسه که سبک تربیتیشون خیلی جدی بوده و خیلی تاکید داشتن روی موفقیت. یعنی والدین اینطوری بودن که حتما فرزندان ما باید موفق باشن و توی مدرسه کارهای اجتماعی میکردن و مسئولیت پذیری و نظم رو یاد میگرفتن. محیط خانوادگیشون هم خیلی آزاد و رها نبود. از اون طرف خیلی هم رفتارهای سختگیرانه روی فرزندانشون نداشتن. بیشتر ترکیبی از حمایت و فشار روی موفقیت بوده. در واقع گزارش‌ها نشون میده که خانواده روی نیازهای عاطفی بچه‌ها خیلی تمرکز نداشته و دستاوردهای بچه‌ها خیلی براشون مهم بوده و پاملا و خواهرش هم سعی میکردن که یه آدم مستقل و موفق بشن تو آینده. از نظر اطرافیانش پاملا دختری باهوش، منظم و بسیار مسئولیت پذیر بود. اما دوستاش یه ذره متفاوت‌تر توصیفش میکنن. میگن پاملا دختری خوش صحبت، اجتماعی و بسیار جاه طلب بوده. توی مدرسه همیشه شاگرد فعالی بود و از نظر ظاهری هم معمولا مرتب، آراسته و بیانگر یک دختر موفق بود. بعد از دبیرستان وارد دانشگاه فلوریدای مرکزی شد. توی رشته ارتباطات تحصیل کرد و توی همون موقع به صورت حرفه‌ای کار رسانه‌ای و مدیریتی خودش رو شروع کرد. و همون موقع بود که از طریق دوستش با گرگ اسمارت که اونم هم دانشگاهش بود آشنا شد. گریگوری ال اسمارت تو سال 1962 تو همون نیو همپشایر به دنیا اومده بود. اطرافیان گری اون رو یه آدم ساده دل و آروم توصیف می‌کردن. شخصیت متعادلی داشته، آروم بوده، درگیری خاصی با کسی نداشته و از اون طرف هم پاملا آدم پر انرژی بوده، پر حرف بوده. رابطه گرگ و پاملا اوایل دوستانه بوده ولی با گذشت زمان این رابطه دیگه عاشقانه شده. این تفاوت شخصیتی بین گرگ و پاملا اوایل براشون جذاب بوده ولی با گذر زمان همین تفاوت یه باعث کشمکش‌های بین پاملا و گرگ شده. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه فلوریدا، پاملا تصمیم میگیره که کار خودش رو توی مدارس و فعالیت‌های آموزشیش رو شروع کنه. شغل اصلی اون توی زمان وقوع پرونده مسئول برنامه‌های مدرسه و آموزش دانش آموزا درباره پیشگیری از مواد مخدر و مسائل اجتماعی بود. درسته که پاملا مستقیما مشاور یا معلم مدرسه نبود، اما فعالیت‌هایی توی زمینه روابط عمومی و مدیریت مدرسه داشت. از اون طرف هم رابطه خیلی نزدیکی با بچه‌ها داشت. اطرافیان پاملا اون رو به عنوان فردی باهوش، کاریزماتیک و حرفه‌ای توی محیط مدرسه توصیف کردن. و این در صورتی بود که توی این 6 سال ازدواجشون گرگ هیچ شغل برجسته‌ای نداشته و اکثر اوقات خونه بوده و کارهای خونه روی دوش گرگ بوده. نکته‌ای که اینجا باید بهش بپردازیم اینه که توی بعضی از منابع گفته شده گرگ اوایل ازدواجشون به پاملا خیانت میکنه و این خیانت باعث اثرات منفی خیلی زیادی روی پاملا میشه. فردای شب قتل، یعنی یک روز بعد از پیدا شدن جسد، پلیسا تحقیقاتشون رو به صورت سیستماتیک شروع میکنن و اول میرن سراغ صحنه جرم، یعنی خونه پاملا و گرگ. افسران پلیس مجدد رفتن اونجا چون شاید یه چیزی از قلم افتاده و دنبال شواهد و مدارک دیگن. شروع میکنن به اندازه گرفتن همه وسیله ها، عکس گرفتن از ابزارها و موقعیت چیزایی که اونجاست و به دنبال سرنخ‌هایی مثل اثر انگشت، خون یا جابجایی وسیله. بعدش پلیسا میرن سراغ همسایه‌ها و شاهدان احتمالی و شروع میکنن به پرسجو از اونها.
اینکه ماشینی اطراف خونه دیدن، فرد مشکوکی به چشمشون خورده یا نه. همین بین هم معلوم میشه که پاملا زمان قتل توی خونه نبوده، حتی اطراف خونه هم دیده نشده. رسما تو روزهای اول پلیس هیچ سرنخی پیدا نکرده بود و میدونست که پاملا احتمال خیلی زیاد نقشی توی این قتل داشته، ولی نمیتونستن اثباتش کنن. کارآگاه‌های پرونده میرن به محل کار پاملا و باز هم چیزی پیدا نمیکنن تا وقتی که شایعات جون میگیره و اولین سرنخ به دست پلیس میرسه. توی دبیرستان ویناکونت، یعنی همون جایی که پاملا مشغول به کار بود، یه شایعه‌ای بین معلما و دانش آموزا گوش به گوش میچرخیده و این شایعه چیزی نبوده به غیر از رابطه پنهانی پاملا با یکی از دانش آموزا به اسم بیلی فلی. کارآگاه‌ها وقتی یه ذره دقیق‌تر میشن میتونن به منبع اصلی این شایعه برسن. دختری به اسم سیسیلیا پیرس که دستیار دانش آموز پاملا بوده و ارتباط خیلی نزدیکی هم با اون داشته. پاملا با سیسیلیا خیلی درد دل میکرد و کم کم سیسیلیا متوجه چند تا چیز شد. رابطه پاملا با بیلی فیلین. پاملا چند بار جلوی سیسیلیا گفته بود که با بیلی فیلین رابطه داره و کم کم داره رابطهشون پیچیده میشه و بیلی اونو دوست داره. سیسیلیا این وسط عملاً فهمید که پاملا با یه دانش آموز رابطه داره. پاملا حتی با سیسیلیا در مورد گرگ صحبت میکرد و گلایه میکرد ازش. عملاً به سیسیلیا میگفتش که زندگی مشترکشون با گرگ خراب شده و میخواد طلاق بگیره ولی نمیتونه. چند روز قبل از قتل پاملا جلوی سیسیلیا یه سری حرفا زده بود که اصلا فهمش سخت نبود. انگار داشت درباره از بین بردن گرگ صحبت میکرد، اما مستقیم نمیگفت. این جملات جزو دلایلی بود که بعداً پلیس از سیسیلیا خواست که بیشتر راجبشون توضیح بده. سیسیلیا انقدر به پاملا نزدیکه که دقیقاً بعد از روز قتل متوجه همه چیز شده بود و رفتار پسرها انقدر عجیب غریب و غیر عادی شده بود که دیگه سیسیلیا مطمئن بود اینجا یه خبری هست و همین برای پلیس ها کافی بود تا انگیزه قتل رو بفهمن. بعد از صحبت با سیسیلیا پلیس ها متوجه شدن که چند تا اسم دیگه احتمال داره که توی این درگیری دست داشته باشن. پلیس از بیلی فیلین 15 ساله، پاتریک رندال، ونس لتیم و ریمان فالر بازجویی میکنه. بعدن جدا جدا پلیس با هر کدوم از اون بچه‌ها صحبت کرد و خیلی مضطرب بودن همشون، ولی هیچ اعترافی نکردن و گفتن با پاملا هیچ ارتباطی ندارن و کاری نیستن. اینجا پلیس هیچ فشاری روی پسرها نمیاره و فقط دنبال تناقضاست که پیدا کنه. حتی وقتی با بیلی صحبت میکنن هیچ اشاره‌ای نمیکنن که ما میدونیم تو با پاملا در ارتباطی، ولی با این حال بیلی هر وقت اسم پاملا رو میشنید صداش میلرزید و ارتباط چشمیشو قطع میکرد با پلیس ها. با اینکه پلیس همه این اطلاعاتو داشت، اما هنوز مدرکی نداشت که بتونه ثابت کنه پاملا ربطی به این قضایا داره. و اینجاست که پلیس ها تصمیم میگیرن از رابطه بین سیسیلیا و پاملا سوء استفاده کنن. اونها از سیسیلیا میخوان که همچنان رابطش رو با پاملا خوب نگه داره و بیشتر از قبل بهش نزدیک شه. همزمان به سیسیلیا میکروفون وصل کردن و ازش خواستن که بحث رو بکشونه به دقیقاً شب قتل و بهش یاد دادن چجوری صحبت کنه که پاملا اصلاً به هیچ چیزی شک نکنه. 2 روز بعد اولین مکالمه ضبط شد. پم، امروز پلیسا با هم حرف زدن. فکر کنم شک کردن. چی باید بهشون بگم؟ بگو هیچی نمیدونی، از هیچی خبر نداشتی. مگه چیزی بهشون گفتی؟ اگه بپرسن تو درباره گرگ چیزی گفته بودی چی بگم؟ نه، فقط بگو که در مورد رابطمون باهات صحبت میکردم. همین، چیز خاصی بهت نگفتم. اگه ازم بپرسن که تو به بیلی چیزی گفته باشی چی؟ میگن که تو یه اشاره‌ای کردی بهش. اون اشتباه برداشت کرده. من هیچ وقت هیچ چیزی رو مستقیم بهش نگفتم. اون اشتباه برداشت کرده. راجع به رابطت با بیلی چی کار کنم؟ ممکنه سوال کنن ازم. خب بگو من فقط مشاورش بودم، چیز دیگه جز این نبوده. اگه اونا بفهمن من با یه دانش آموز تو رابطه بودم کل زندگیم نابود میشه. باشه، فقط میترسم خراب کنم. هیچ چیز رو خراب نمی‌کنی. فقط آروم باش، همه چیز رو کوتاه جواب بده و توضیح اضافه نده. یعنی تو میگی که فقط همه چیز رو انکار کنم؟ آره، دقیقاً. فقط انکار کن. این بهترین کاریه که میتونی انجام بدی. همین مکالمات برای پلیس کافی بود تا پاملا رو دستگیر کنن. اما اول از همه سراغ پسرا میرن.
این دفعه توی بازجویی با بیلی پلیسا اون رو تحت فشار قرار میدن و میگن ما میدونیم تو اون شب اونجا بودی و بقیه دوستات هم به این موضوع اعتراف کردن. از حق نگذریم رندال و یکی دیگه از دوستاشون هم اعتراف کرده بودن. همچنین فایل صوتی که سیلیسیا از پاملا ضبط کرده بود رو براش گذاشتن و اینجا بود که بیلی به همه چیز اعتراف کرد. برای اینکه واضح‌تر متوجه بشیم که اون شب چه اتفاقی افتاده، پلیس‌ها یه جمع‌بندی کردن و این جمع‌بندی این بوده که پاملا بعد از اینکه این به این پسرها نزدیک میشه ازشون درخواست میکنه که شوهرش رو به قتل برسونن و حتی یه ویدیو از خونه میگیره و برای پسرها ارسال میکنه که توی این ویدیو نشون بده که چی کجاست، از کجا میتونن وارد بشن یا خارج بشن و حتی چه زمانی گرگ توی خونه تنهاست و از کجا میتونن اسلحه بردارن. شب قتل طبق برنامه پاملا از خونه خارج میشه. بیلی، پاتریک، ونس و ریماند با ماشین ونس به خونه اسمارت ها میرن. ونس و ریماند توی ماشین منتظر بچه ها میمونه و بیلی و پاتریک وارد خونه میشن. اما نمیتونن از جایی که پاملا بهشون گفته اسلحه رو پیدا کنن. به جاش با یه اسلحه کالیبر 38 که متعلق به پدر ونس بوده منتظر میمونن تا گرگ به خونه برسه. وقتی گرگ وارد خونه میشه پاتریک از پشت بهش حمله میکنه و اون رو نگه میداره و بیلی با اسلحه به صورت گرگ شلیک میکنه. پسرها خیلی سریع به ماشین برمیگردن و از اونجا فرار میکنن. توی جریان تحقیقات پدر ونس اسلحه رو به پلیسا تحویل میده و دیگه الان مدارک کافی برای اینکه پاملا رو به این قتل مربوط کنن وجود داره. پلیس ها به همراه کارگاه دنی به محل کار پاملا میرن و اونجا کارگاه دنی به پاملا میگه که یه خبر خوب دارم، ما پرونده رو حل کردیم و یه خبر بد، تو دستگیری. وقتی شروع میکنن از پاملا بازجویی کنن، پاملا تلاش میکنه هیچ چیز رو گردن نگیره و میگه که من از هیچ چیزی اطلاع نداشتم. ولی وقتی مدارک و شواهد رو به پاملا نشون میدن اینطوریه که اوکی من با بیلی در ارتباط بودم ولی از این اتفاق هیچ خبری نداشتم. پاملا توی هیچ مرحله اعتراف نکرد. من قتل رو طراحی نکردم، من به کسی نگفتم که گرگ رو بکشن، مثلا دخیلی نیستم تو این کارا. آره درسته من با بیلی رابطه داشتم ولی نقشی توی قتل نداشتم. درسته من و بیلی با هم رابطه داشتیم ولی هیچ وقت رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم. من هیچ نقشی تو قتل نداشتم. این نوارها و مکالمه که ضبط شده هم کات خوردن و ساختگی هن. بیلی و دوستاشون خودشون با هم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. من بهشون نگفتم کاری کنن. خودشون تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. من اینجا فقط یه قربانیم. خودم الان داغدارم. دادگاه‌های پاملا اسمارت حدود 14 هفته طول کشید. شروع دادگاه 4 فوریه 1991 و پایان جلسات دادگاه و حکم قطعی توی 25 مارس 1991 بود. اگه روزهای تعطیل رو حساب نکنیم، دادگاه پاملا یه چیزی حدود 50 تا 55 روز طول کشیده. این مدت طولانی برای اون زمان کاملا غیر عادی بوده ولی به خاطر حساس بودن پرونده، زیاد بودن شواهد و پخش سراسری دادگاه ها و حساسیت رسانه‌ای فرایند دادگاه طولانی تر میشه. حتی قاضی پرونده داگلاس گری اعلام میکنه که رفتار همه باید کنترل شده باشه چون که همه لحظات این دادگاه پخش سراسری داره. شاهدهای خیلی زیادی توی دادگاه حضور داشتن اما مهمترین شهادت برمیگرده به بیلی. روزی که بیلی برای شهادت دادن توی دادگاه حاضر میشه یه کت و شلوار خاکستری رنگ تنش بوده و موهای بلندش رو پشت گوشش داده. چهرش کمی مضطربه. موقع بالا رفتن به جایگاه شاهد مرتب لباشو خیس میکنه و نفسش تنده. چرا گرگ اسمارتو کشتی؟ به خاطر اینکه پاملا بهم گفت این کارو کنم و اگه این کارو براش نمی‌کردم اون منو ترک می‌کرد. توی آشپزخونه وایساده بود. بهش شلیک کردم. به صورتش. همش به خاطر پاملا بود. پاملا اولین بار توی مدرسه بهم نزدیک شد. بعد منو به خونش برد. شاید سرجم 2-3 بار رابطه جنسی توی خونه خود پاملا داشتیم. پاملا بهم میگفت تو تنها کسی هستی که منو میفهمی و من اصلا با گرگ خوشبخت نیستم. بعد از 2-3 بار رابطه‌ای که داشتیم، پاملا همیشه گریه میکرد. میگفت اگه بخوام طلاق بگیرم مجبورم همه چیزامو از دست بدم.
پاملا دائما به من میگفتش که هیچ راهی جز خلاص شدن از گرگ نیست. به هم میگفت اگه گرگ نباشه من و تو میتونیم با هم باشیم. پاملا مستقیم گفت گرگ رو بکش؟ بله، اون به هم گفت که باید گرگ رو بکشی. پاملا همه چیز رو برام توضیح داد. به هم گفت که کلیدا کجان. به هم گفت گرگ چه ساعتی برمیگرده. حتی به هم گفت که سگش رو بیرون میبره. پاملا بارها به هم تاکید کرد که قتل باید طبیعی و شبیه یه سرقت باشه. پاملا میگفت من اصلا نباید اونجا باشم تا عذر موجهی برای غیبتم داشته باشم. در لحظه شلیک آیا به پاملا فکر میکردی؟ بله، تمامش به خاطر اون بود و من فکر میکردم که این تنها راهه. وکلای پاملا تلاش میکنن که بیلی رو دروغگو جلوه بدن و تمام مدارک دادگاه رو بی‌اعتبار کنن. در ادامه روند دادگاه‌های پاملا همه پسرها و سیسیلیا علیه پاملا شهادت میدن و وقتی نوبت به خود پاملا میرسه، پاملا همه چیز رو انکار میکنه و هیچ چیز رو گردن نمیگیره و حتی تیم دفاعی اون میگه که شواهد و مدارک ناقصه و حتی یه درگیری بین وکیل و دادستان پیش میاد که اونجا وکیلا میگن که هیچ مدرک فیزیکی وجود نداره. نه اثر انگشتی هست نه اسلحه‌ای. اما روایت 4 نوجوان و نوارها شواهد کافیه. با همه اینها هیئت منصفه بعد از 7 ساعت مشورت با همدیگه توی 25 مارس سال 1991 رأی خودشون رو اعلام میکنن. هیئت منصفه پاملا اسمارت رو به تمامی اتهاماتی که بهش وارد شده بود از جمله قتل درجه اول، تبانی و تحریک به قتل، کمک به جرم و مخفیکاری پس از وقوع جرم گناهکار اعلام کرد. رفتار پاملا موقع شنیدن حکم اول کمی ابروهاش رو بالا میده. یک لبخند کوچیک و عصبی میزنه. سرش رو پایین میندازه و تلاش میکنه که اشکش سرازیر نشه. دستاش همچنان روی میز قفل شده بودن و نفس عمیق میکشه. نگاهش بیشتر روی میزه و اصلا به هیئت منصفه نگاه نمیکنه. و در نهایت حکم پاملا اسمارت حبس ابد بدون آزادی مشروط بود. دادگاه همه پسرها جدا جدا برگزار شد و چون خودشون اعتراف کرده بودن و همکاری کرده بودن، در نتیجه دادگاه ها بدون هیئت منصفه تشکیل شد و قاضی بر اساس اعترافات و مدارک موجود حکم‌ها رو صادر کرد. بیلی فیلین، تیرانداز، متهم به قتل درجه دوم 28 سال تا حبس ابد محکوم شد و در نهایت در مارس 2015 بعد از 25 سال مشروطاً آزاد شد. پاتریک رندال متهم به قتل درجه دوم 40 سال تا حبس ابد محکوم شد و در ژوئن 2015 مشروطاً آزاد شد. ونس لتیم متهم به قتل درجه دوم به 18 سال حبس محکوم شد و در سال 2005 3 سال از حکمش کم شد و تو همون سال هم آزاد شد، ولی تحت نظارت مادام العمر قرار گرفت. در سال 2023 درخواست داد که این نظارت لغو بشه، ولی از طرف دادگاه رد شد. ریمان فالر متهم به توطئه برای قتل و تلاش برای سرقت 15 تا 30 سال زندان محکوم شد و در سال 2003 آزاد شد. ولی بعداً به دلیل نقض شرایط نظارت دوباره زندانی شد و مجدد در ژوئن 2005 آزاد شد. پاملا در طول دوران حبسش توی زندان اصلاحی و تربیتی زنان بدفورد هیلز توی نیویورک تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده. 3 تا مدرک کارشناسی ارشد و 1 دکترا توی رشته علوم مذهبی گرفت و به عنوان کشیش منصوب شد. اون توی زندان توی یک کارگاه نویسندگی شرکت کرد و به عنوان رابط بین زندانیان و مدیر زندان منصوب شد و یک گروه رقص نیایش رو رهبری کرد. نوشته های پاملا توی مستند PBS توی سال 2003 با عنوان کاری که میخوام کلماتم انجام بدن به نمایش در اومد. برای دهه‌ها پاملا بر بیگناهی خودش پافشاری میکرد. اما توی سال 2021 و اخیراً توی یک بیانیه ویدیویی توی ژوئن 2024 به طور عمومی مسئولیت نقش خودش توی مرگ همسرش رو به عهده گرفته. اما از اعتراف مستقیم برای برنامه‌ریزی برای قتل شوهرش خودداری کرده و این اقدام فقط بخشی از تلاش‌های مستمر اما ناموفقش برای عفو یا کاهش حکم حبس ابد بود.
پرونده پاملا اسمارت به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شد. در نهایت منجر به بحث‌ها و رویه‌های مهمی در مورد تأثیر رسانه‌ها بر محاکمات جنایی و ظهور پوشش زنده تلویزیونی دادگاه‌ها شد. واکنش عمومی با پوشش رسانه‌ای شعله‌ور شد، به طوری که یه ایستگاه محلی توی نیو همپشایر و یه شبکه جدید کورت تیوی کل محاکمه رو از اول تا آخر به صورت پخش زنده پوشش داد. تیترهایی که برای پوشش‌های خبریشون استفاده کردن از جمله یک زن جوان و جذاب، یک رابطه پرشور با یک نوجوان و قتل بود. رسانه‌ها اغلب اسمارت رو با لقب‌هایی مثل بیوه سیاه، قاتل مشهور، شاهدخت یخی به تصویر می‌کشیدن. از این پرونده فیلم، کتاب و مستندهای زیادی ساخته شده. Captivated The Trails of Pamela Smart، مستند سال 2014، روایت کامل دادگاه‌های پاملا اسمارت، پوشش رسانه‌ای و تأثیرات اونها. معروف‌ترین فیلم تو دای فور با بازی نیکول کیدمن توی سال 1995 و یکی از مهمترین کتاب‌هایی که میتونیم بهش اشاره کنیم کتاب Teach Me to Kill The Shocking True Story of the Pamela Smart Murder Case، کتاب مستند جنایی که به جزئیات پرونده پاملا اسمارت، تحقیقات و محاکمش میپردازه. پرونده امروزمون همینجا به پایان میرسه. یادتون نره کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لایک و شیر ما رو حمایت کنید. اگر پرونده رو دوست داشتین که ما کاورش کنیم، حتما اینجا برامون کامنت بذارید. خدافظ. خدافظ. چشمک زدم به دوربین. برای دهلا ونس لاتیم متهم اون هم از کجامه؟ با روژ قرمز، بیلی با روژ قرمز. خب اینت کو خب بابا